In this video, we're going to show you a neurofeedback session using the eWave amplifier that is the best solution for clinical centers in regard to utilizing the most powerful analog to digital converters and high input resistance. Using eWave, you benefit from a highly precise amplifier providing high-quality signals that is compatible with many games and videos for neurofeedback therapy. To start a neurofeedback session, sensors are placed on the head and ears to record the brain waves. The high-tech eWave device records brain activity and breaks it into 4 key frequency subbands. During the session, the neurofeedback clinician views the raw EEG signal as well as the chosen frequency bands in eProbe software that is developed by the ScienceBeam company. Exercises can be done with either eyes open or eyes closed. In eyes open condition, the client is watching a video, playing a game, or listening to a music. These are the feedbacks that brain receives during the neurofeedback therapy. The negative feedback tells the brain that something is out of balance and causes it to figure out how to return to a seamless movie, music, or game. If the client's brain doesn't function within an optimal range, the client receives a negative feedback, such as stopping the video, decreasing the sound of the song, or shrinking the image of the movie. Over the course of a neurofeedback training program, the brain learns from the received feedbacks to operate within a more optimal range outside of training sessions. For more information about clinical eWave, please visit our website. خب همکارای توی خونه سلام، وقتتون بخیر. اگر دوستان اجازه بدن کارگاهمون شروع کنیم. کار امروزمون یه آشنایی مقدماتی با بحث نوروفیدبک هست. قاعدتاً یک همچین تجربه‌ای و یادگیری یک همچین درمانی حداقل 2 روز کامل وقت میخواد. اما امروز یه چیزی حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم با هم کار میکنیم تا با سیستم ها آشنا شیم، با اثر بخشیش آشنا شیم و فاصله بگیریم از اون چیزی که به عنوان شبه علم یا به عنوان چیزی خارج از چارچوب مسائل علمی در مورد نوروفیدبک، در مورد نوروفیدبک استاندارد سورفیس نوروفیدبک، در مورد لورتا نوروفیدبک، در مورد حالا QEEG، نقشه مغزی و غیره، این چیزایی که در جامعه یا چقدر وقتی از نظر علمی به مسئله نگاه میکنیم قضیه متفاوت هست. خب اول این که ما حالا تا
اسلایدامون راه بیفتن یه تعریف مقدماتی از نوروفیدبک کنیم بشناسیمش. ببینید نوروفیدبک اینها تکنیک هایی هستن که ذهن رو آموزش میدن. یعنی در نوروفیدبک ما ذهن رو به شکلی آموزش میدیم تا ذهن. خب دوستان اگه مشکلی نیست صدا تصویر دارید کارمون رو شروع کنیم. دوستان فرمودن من خودم معرفی کنم. من دکتر ضیابخشم، دکترای روانشناسی و شاید یه چیزی بوده 12-13 ساله در عرصه نوروتراپی و علوم اعصابم خدمتتون هستم. اینکه در مورد نوروفیدبک امروز میخوایم پس کارمون رو پیش ببریم. نوروفیدبک جزء تکنیک هایی هستش که ما به وسیله نوروفیدبک میایم مغز رو از مغز داشته باشیم. چطور عمل کرده بهتر؟ دوستان ببینید ما یک ارزیابی هایی داریم که این ارزیابی ها باعث میشن که نشون بدیم کجای مغز عمل کردش مساعد و مناسب نیست و اگر بخوایم که مشکل اسلاید ها حل شد، مرسی. و اگر بخوایم به سمت متعادل شدن حرکت کنیم، خب کجا رو باید تغییر بدیم؟ ببینید عزیزان، عملکرد امواج از حد نرمال بالاتر چیز خوبی نیست. به معنای این نیست که مغز بهتر داره کار میکنه. من یه مثالی بزنم تا کامل و واضح متوجه شیم. این مثل هوش نیست که بگیم هوش اگر از رنج نرمال یک انحراف استاندارد بالاتر بود چیز بهتریه. در امواج مغزی زمانی که امواج از نرمال فعالیت بیشتری دارن، این امواج باعث میشن که فرد رفتار و عملکرد نرمال نداشته باشه. مثال ببینید تنور نونوایی رو در نظر بگیرید. شعله با یک دمایی میتونه حالا 5 درجه بالاتر 5 درجه پایینتر نون رو میپزه. اگه بالاتر باشه نون یه ذره برشته تره و اگر پایین تر باشه یه ذره نون نرم تره. درسته؟ حالا فرض کنید که شعله خیلی بیشتر باشه، چه اتفاقی میفته دوستان؟ آفرین، نون میسوزه. و اگر خیلی از نرمال کمتر باشه چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که نون خمیر بمونه. درسته؟ امواج مغزی رو یه همچین کارکردی در نظر بگیرید. چنانچه عملکرد امواج مغزی اندازهشون از حد نرمالیه که انحراف استاندارد مد نظر ماست، پرکارتر یا کمکارتر باشن، قطع به یقین عملکرد فرد تحت تاثیر سیستم عصبی مرکزی از کنترل و از رفتار هنجار خارج هست. خب ما توی اسلاید میبینید که بیوفیدبک یک تکنیک هست که به وسیله اون میخوایم فیزیولوژی مغز رو تغییر بدیم و میخوایم مغز رو متعادل کنیم و هماهنگی ذهن و بدن رو به یک سطحی برسونیم که در عملکرد بهتر و هنجارتر ما شاهد اون باشیم. اما در این اسلاید همونطور که میبینید نوروفیدبک رو بخشی از بیوفیدبک دونسته و این کاملا درسته. ببینید همانطور که رابطه نوروفیدبک و بیوفیدبک رو مثل رابطه مغز و بدن بدونیم، همونطور که مغز جزئی از جسم انسان هست، نوروفیدبک هم جزئی از تکنیک‌های بیوفیدبک هست. پس نوروفیدبک با عملکرد سیستم عصبی مرکزی کار داره و میخواد اون رو متعادل کنه. به همین نسبت بیوفیدبک با هماهنگ کردن جسم سر و کار داره. پس نوروفیدبک زیر مجموعه ای از بیوفیدبک هست. خب برای اینکه نوروفیدبک کار کنیم چه کار باید کنیم؟ دوستان ببینید اول بیایید با امواج مغزی آشنا شیم. یه آشناییتی امروز با امواج پیدا کنیم، ببینیم امواج مغزی چی هستن و ما چه کار میخوایم کنیم. عنایت بفرمایید اینجا رو که نوروفیدبک
اینجا رو EEG رو میبینید توی من نمیدونم موس من رو شما میبینید یا نه، توی خط تقریبا 4 که EEG رو ببینید. ما روشی داریم به اسم الکتروانسفالوگرافی، یعنی ثبت امواج مغزی. امواج مغزی رو از کورتکس ما ثبت میکنیم که بهش میگیم EEG. امواجی که از مغز فرد میاد اینها رو آنالیز میکنیم تا تشخیص بدیم که چه اختلالی فرد داره. خب وقتی که EEG رو آنالیز میکنیم میتونیم یه مسائلی توش ببینیم. حالا EEG یک قدم اونورتر رفته و پیشرفت کرده که به اون روش ثبت امواج میگیم QEEG یا Quantitative Electroencephalography، که در واقع در QEEG ما کمی سازی کردیم، یعنی رنگ دادیم، با رنگ اینها رو معرفی میکنیم. بسیار عالی. خب دوستان، QEEG در واقع همون EEG هست، همون نقشه مغزی هست که کمی سازی شده، اصطلاحاً کوانتیتیتیو شده. پس در QEEG ما همان امواج مغزی رو داریم به صورت کمی سازی شده. 1 ثانیه اجازه بدید تا من الان برگردم براتون یک QEEG بیارم. دوستان ببینید عزیز، به صورت کار کلینیکال اینا QEEG هایی هست که توی کلینیک ما گرفته شده. میبینید همون نوار مغز هست که به صورت رنگ داره خودش رو نشون میده. پس اون QEEG که در اسلاید دیدید معناش این هست، یعنی تهیه این نقشه های مغزی. خب دیدید QEEG رو؟ وقتی که QEEG تهیه شد ما قسمت‌های کمکار یا پرکار مغز رو می‌بینیم. این قسمت‌های کمکار یا پرکار دیدید یه جاهایی رو توی رنگ قرمز نشون داده بود، یه جاهایی رو آبی. خب برای نوروفیدبک ما عملکرد مغز رو نسبت به هنجار میسنجیم. جاهایی رو که بر اساس اختلال میدونیم پرکار شدن با پروتکل‌های ویژه کمکارتر میکنیم و جاهایی که کمکار هستن رو با پروتکل‌های ویژه پرکارتر میکنیم. پس دیدیم در نوروفیدبک اختلالاتی مثل افسردگی، مثل وسواس، مثل دوستان اختلالات خواب و خصوصا اختلال ADHD یعنی چی؟ بیش‌فعالی. این اختلالات به وسیله نوروفیدبک به خوبی بهبودی پیدا میکنن. البته شما میدونید که خیلی از این اختلالات درمان قطعی ندارن، اما بهبودی خوبی در این اختلالات خواهیم دید. دوستان پرسیدن پنیک چطور؟ ببینید عزیز، پنیک صرفاً پروتکل خاص خودش رو نداره، اما چون در دسته اختلالات اضطرابی هست شما با درمان اختلالات اضطرابی و حالا کار روی اونا بسیار نتایج خوبی رو در پنیک اتک هم میگیرید. خب بریم در مورد امواج مغزی با هم یه مقدار صحبت کنید. خواهش می‌کنم صحبت کنیم که امواج رو بشناسیم. ببینید ما زمانی که صحبت از امواج میکنیم کلاً 7 دسته موج مغزی ما داریم. یعنی این امواج مغزی به چه شکل دیده میشن؟ ما امواج مغزی رو دوستان اسم تک تکشون رو با هم بشناسیم، یه خصوصیات کوچولویی ازشون بشناسیم، ببینیم چی هست، چه کاری میکنن و حالا وقتی صحبت از نوروفیدبک میکنیم میخوایم چجوری امواج رو باهاشون کار کنیم. ببینید اولین موجی که در مغز دیده میشه، قبل از اینکه راجع به موج صحبت کنیم من 2-3 تا موضوع رو راجع به کلمه موج بگم که ذهنمون آشنا شه با اصلا وقتی صحبت از موج میکنیم موج یعنی چی. EEG یا همون الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز که اصطلاحاً توی جامعه گفته میشه،
الکتروانسفالوگرافی، هانسبرگر اولین بار از فرزند خودش یک موج رو ثبت کرد. چطور؟ یه ولتمتر به فرزند خودش وصل کرد و متوجه شد که عقربه ولتمتر در ثانیه 10 بار حرکت کرد. به این فرایند، به حرکت رفت و برگشت چی میگیم؟ موج میگیم. پس به هر حرکت رفت و برگشت یک موج گفته میشه. ببینید مثلا میگن فلانی موهاش مجعده، یعنی فرفریه، مثل موج دریا که یک حرکت رفت و برگشته. امواج هم پیرامون یک محور حرکت رفت و برگشت دارن. هانسبرگر متوجه شد که در ثانیه 10 بار این عقربه ولتمتر حرکت کرد. اسمش رو گذاشت موج آلفا. پس این اولین موج انسانی بود که ثبت شد. ما وقتی میخوایم نوروفیدبک رو بشناسیم اول باید یک کوچولو امواج رو بشناسیم. خب البته قبل از هانسبرگر روس‌ها از سگ‌ها ثبت امواج مغزی گرفته. خب پس به هر حرکت دارای رفت و برگشت موج گفته میشه. به ارتفاع قله تا قعر موج چی میگیم؟ دامنه موج. و به تعداد رفت و برگشت های یک موج در ثانیه فرکانس گفته میشه. خب پس اطلاعات ابتدایی رو داریم، بریم سراغ موج. فرکانس با هرتز نشون داده میشه. پس زمانی که ما میخوایم صحبت از امواج مغزی کنیم، اولین موجی رو که لازم داریم با هم بشناسیم اونیه که از همه فرکانسش کمتره. اسم موج دلتا هست. موج دلتا موجیه که دوستان فرکانسش از همه کمتره و در ثانیه، اینجا روی اسلاید ببینید، در ثانیه 1 تا 4 بار حرکت میکنه، حرکت رفت و برگشتی داره. به این موج دلتا گفته میشه. This is seen in sleep. اینو توی خواب زیاد میبینیدش. وقتی که خوابتون میبره دلتا به حد اکثر خودش میرسه. خب ببینیم موج دلتا چیه. ای کاش کارگاهمون یه کارگاه 2 روزه 3 روزه بود تا ریز راجع به این امواج صحبت میکردیم، ولی الان به اندازه اون بضاعتی که وقت به ما مجال میده باید بیشتر از این وقت نذاریم. دلتا توی خواب دیده. جالبه بهتون بگم زمانی که موج دلتا به وضعیت بهترین وضعیت خودش، یعنی اون اپتیموم خودش میرسه، بافت‌های بدن شروع به ترمیم میکنن. چه نتیجه‌ای میگیریم؟ بله، پزشک بیماری که زخم داره تو بدنش رو بستری میکنه تا این بیشتر بخوابه. وقتی میخوابه بافت‌های بدنش ترمیم میشن. جالبه نه؟ خب و این که موج دلتا دوستان موجی هستش که آهسته ترین و آهسته ترینه، یعنی تعداد فرکانسش در ثانیه از همه کمتره و بلندترین دامنه رو داره. خب و موج غالب در اطفال هست. از دوستان کدوم یکیتون نوزاد داشتید؟ اونایی که نوزاد داشتید در دوران نوزادی بچه چقدر میخوابه؟ دیدی؟ چون موج دلتا بسیار زیاده در سر نوزاد، ما همه نوزاد بودیم، موج دلتا خیلی بالا بود، در نتیجه مدام خواب هستیم. خب پس دیدیم موج دلتا در خواب خیلی فراوان هست و کسایی که موج دلتای بالایی دارن بیشتر میخوابن. سوال اینه چه اختلالاتی رو دوستان در مورد موج دلتا الان میتونید به من بگید؟ آفرین، اختلالات خواب. دلتا زمانی که مشکلاتی داشته باشه مثل فقر دلتا در سر یا حتی افزایش و بیش از حد فعال بودن دلتا، ما با مشکلات خواب مواجهیم. سرکار خانم مسعودیان بله کلاس ضبط میشه، خیالتون راحت. اما در مورد دلتا دوستان اگر کسی محرومیت از خواب داشته باشه، خواب پریشی داشته باشه، قطع به یقین مشکلاتی رو در گروه دلتا داره. جالب خدمتتون بگم
کسایی که وسواس دارن اینا هم تو دلتای مسائلی دارن. بریم سراغ خانم مسعودیان. گفتن که ما اختلالات یادگیری کار میکنیم. در مورد درمان اختلالات یادگیری باید دلتا رو کاهش میدیم برای اختلالات یادگیری. ببینید عزیز، بله، اما نه به این سادگی که باید حالا مسائل بیشتری در مورد دلتا رو با هم مطرح کنیم. بریم سراغ موج بعدی. موج بعدی موج تتا هست. موج تتا در واحد زمان، گفتیم واحد زمان چند ثانیه است دوستان؟ 1 ثانیه، درسته؟ برای ما واحد زمان 1 هست. موج تتا در واحد زمان یعنی در 1 ثانیه 4 تا 8 بار نوسان داره. میتونید ببینیدش. موج دومی هست. اینجا رو ببینید، موس من رو میبینید؟ پس موج تتا 4 تا 8 بار در واحد زمان رفت و برگشت انجام میده. و جالبه که خدمتتون بگم، اول یه سوال بپرسم ببینم کی سریعا میتونه جواب بده. بیشترین مخاطبین ما برای درمان با نوروفیدبک چه اختلالی دارن؟ ببینم کی زود جواب میده اینو. آفرین ADHD، 1000 آفرین. بیش فعالی، 1000 آفرین. خب موج تتا رو یادمون بمونه. موج تتا دوستان در بچه‌های بیش فعال موج فراوانی هست. یعنی رؤیا پردازی ناشی از پرکاری موج تتا هست. پس اینجا ما متوجه شدیم منطق اختلال بیش فعالی 1 پاش توی موج تتا هست. شناختیتش؟ میخوایم بریم جلوتر چیزای دیگری رو با هم بشناسیم. خب موج تتا دوستان اختلالات زیادی رو متاسفانه ما مربوط به عملکرد موج تتا داریم. من یه سوال میپرسم ببینم کی زود جواب میده. چه اختلالی توأم با مرور خاطرات غم انگیز یا پرفشار روانی هست؟ کی میتونه جواب بده؟ خاطرات بد به شدت مرور میشن، فرد یک سانحه دیده و بعدش این خاطرات توی آفرین PTSD، اختلال PTSD، آفرین پست تروماتیک استرس دیس اوردر. در اختلال PTSD موج تتا به شدت در اون لحظه های حمله فوران میکنه. موج بعدی که میخوایم با هم بشناسیم موج آلفا هست. موج آلفا ببینیم چیه. موج آلفا دوستان همون موجیه که گفتیم اولین بار هانسبرگر این موج رو ثبت کرد. و موج آلفا موجی هستش که ما در مورد عملکرد این موج امروز یه مقداری باید بیشتر صحبت کنیم. ببینید بیشتر موج آلفا، من اینجوری خدمتتون بگم، موج آلفا رو چند مدل داریم که نمیخوایم وارد جزئیات شیم، اما بیشتر موج آلفا مربوط به عملکرد آرامش بدن یا خروجش از هنجار اضطراب رو قاعدتاً خواهیم داشت. جالب خدمتتون بگم 10% جمعیت کره زمین موج آلفا ندارن. خیلی عجیبه نه؟ چرا؟ نمیدونیم. تو نوروساینس خیلی چیزا هنوز مبهمه و ما هیچ دلیل توجیهی نداریم، فقط با دلایل علمی باید باش صحبت کنیم. 10% جمعیت کره زمین آلفا ندارن و اینا بسیار افراد مضطربی هستن. موج آلفا دوستان زمانی که آلفا بهینه باشه سیستم ایمنی بدن بسیار سیستم قوی هست و آلرت و هوشیار هست به لحاظ مقابله با بیماری ها. ببینید اختلالات مربوط به آلفا چیه؟ لکنت، بیشفعالی، گفتیم بیشفعالی یه پاش توی تتاه ولی آلفا هم داریم مشکلات آلفا. آفرین، اضطراب،
دکتر حسن زاده بسیار عالی بود. اضطراب، ترس و فوبیاها اینا مربوط به عملکرد آلفا هم. ببینید فردی رو تصور کنید فوبیای آسانسور داره، فرد فوبیای فضای بسته داره. در تماس یا در مجاورت یک شرایطی که قرار میگیره، زمانی که این فرد تو اون موقعیتی که فراخوانی میکنه عملکرد مغزی رو، این فوران این امواج رو خواهد داشت. لذا ما میبینیم که وقتی که فردی این شرایط رو داره، قرار نیستش که ما روانشناسا دیدید سعی میکنیم اینا رو با گام‌های قدم به قدم به سمت مسئلهشون ببریم و اینا رو با مسئله آشنا کنیم. یعنی اون فورانی که مغز در مواجه شدن با اون موضوع داره رو تحت تنش یکباره قرار نمیدیم. خب در مورد آلفا دوستان یه مقدار 3 وضعیت آلفا رو براتون توضیح بدم. وقتی آلفا خیلی کم باشه، فرد اضطراب داره، استرس بالا داره، وسواس داره و احتمالاً فراموشی هم داره. وقتی که آلفا خیلی زیاد باشه، رؤیا بافی و ناتوانی در تمرکز رو فرد داره. پس دیدیم رؤیا بافی، ناتوانی در تمرکز، اینها میشن آلفای خیلی زیاد. اما آلفای بهینه چی رو میاره؟ آلفا وقتی که بهینه میخوایم باش زندگی رو توصیف کنیم، راحت میگیم آرامش. توصیفی که از آلفای بهینه داریم آرامش هست. خب بریم سراغ موج بعدی. البته میگم امواج توضیحات خیلی زیادی باید بدیم، اما خب در مورد لو بتا خدمتتون بگم دوستان دقت کنید به کلمه بتا. ببین اینجا لو بتا، اینجا بتا و اینجا های بتا. امواج مغزی یک خانوادهش چیه؟ بتا. بقیه امواج ببین آلفا 1 آلفا 2 داریم ها، منتها به صورت یک موج گسترده ما آلفا رو نمیشناسیم. آلفا رو میگیم 8 تا 12 هرتز تمام. اما بتا رو ببینید، بتا از 12 13 هرتز شروع میشه تا 33 هرتز. پس خانواده گسترده از امواج رو بهشون بتا میگیم. موج بتا یه بتای اینجا گفته لو بتا، ما دوستان بیاییم به اسم SMR بشناسیمش. اینجا نگاه کنید موج رو، لو بتا رو 12 تا 15 هرتز رو به اسم SMR، مخفف سنسور موتور ریتم. موج SMR این موج عملکردش مربوط به هماهنگ شدن ریتم بدن و ذهن. یاد چی میفتید؟ یه دختر بچه رو مجسم کنید خودش داره میخونه و میرقصه. تونستید مجسمش کنید؟ فکر کنید چشاشو بسته برای خودش میخونه و میرقصه. این بچه با موج با موج SMR داره این کار رو میکنه. SMR قالب ریتم مغز و بدن و همه ذهن و افکار همه یکی شده موج SMR. خب پس دیدیم موج SMR هماهنگی ذهن و بدن، قدرت پردازش خوب در تمرکز، ایجاد هماهنگی بین محیط و بدن. محیط و بدن مثل چی؟ زمانی که از در میری بیرون بعضیا دیدی یهو سردشون میشه، شوک گرما و سرما خیلی بهشون وارد میشه، هماهنگی محیط و بدنشون ضعیف. جالبه بهتون بگم موج SMR به کمک به خواب رفتن هم خیلی کمک میکنه. خب این هم موج SMR. نوعی ADHD داریم دوستان. موج SMR گفتیم مخفف سنسور موتور ریتم هست. یعنی چی؟ یعنی این ریتمی که بدن با
ذهن میخواد هماهنگ کنه رو تنظیم میکنه. اما بریم موج بعدی رو با هم بشناسیم. SMR اولین موج از خانواده موج بتا. موج دوم رو با هم بشناسیم. موج دومی که از خانواده بتا لازم داریم بشناسیم چیه دوستان؟ موج بتای 16 تا 21 هرتز هست. این موج خیلی مهمه که بهش دقت کنید. چرا؟ چون که موج 16 تا 21 هرتز دوستان موجیه که در همون اختلالی که گفتیم پرکاربردترین اختلال هست. یعنی چی؟ یعنی موج تتا رو اسم آوردیم براش، یعنی اختلال ADHD. اختلال ADHD ارتباط مستقیمی بازم با موج بتا داره. موج بتا موجیه که فرایند تمرکز که در واقع لغت توجه درست هست، attention مستقیما مربوط به نسبت موج بتا و تتا هست. به نسبت موج تتا به بتا در ادبیات نوروساینس TBR گفته میشه، نرخ تتا به بتا. خب برای این فرایند ما دقت میکنیم ببینیم TBR یعنی موج تتا صورت موج بتا مخرج چجوری به ADHD ربط داره که حالا جلوتر براتون میگم. پس رفتیم سراغ موج بتا. موج بتا دوستان مربوط به چیه؟ کنش‌های پیچیده ذهنی مثل چی؟ آفرین، حرف زدن، استدلال کردن، اینا کنش‌های پیچیده ذهنی هستند. پایداری هیجانی، تفکر. یه سوال بپرسم، بی‌ثباتی هیجانی اختلال علامت ویژه کدام اختلال است؟ کی میتونه الان سریعا به من بگه؟ بی‌ثباتی هیجانی. نه بوردرلاین ها. آها، اینا بی‌ثباتی هیجانی دارن. دیدید که پس مرزی. آفرین. پس میبینیم موج بتا پایداری بتای بهینه، پایداری هیجانی میاره. احتمالاً فقر، ببین ما وارونه داریم استنباط میکنیم، فقر بتا ممکنه توی اختلال بوردرلاین هم مؤثر باشه. خب اینم از موج بتا و بریم های بتا رو هم بشناسیم. دوستان های بتا مربوط به بذار با مثال بهتون بگم. فرض کنید ما کودکی داریم که بهش میگیم 2 ستا. به ما میپرسیم 2 ستا، پاسخ چیه؟ مغز باید سریعا بگه 6 تا. ولی بعضی وقتا ما میگیم 2 ستا، اون بچه هم میگه 2 ستا، 2 ستا، آقا 2 ستا، شروع میکنه فکر کردن. دیدید اینا رو؟ خب اون اختلالی که در عملکرد ریاضی اینطور بچه ها میبینیم معمولاً مربوط به کمکاری موج های بتا در پس سر هست. اصطلاحاً پس سر یه شیاری هست بهش میگیم شیار چی؟ کی یادشه؟ بچه کی یادشه شیار پس سر اسمش چیه؟ شیار کانکاریا. آفرین. اونایی که در پس سر موج های بتای کمتری دارن اینطور بچه ها معمولاً ریاضیاتشون ضعیفه. پس میبینیم که یه جاهایی عملکرد موج های بتا روی محاسبات ریاضی، روی افزایش متابولیسم بدن وقتی که نرماله و روی تفکر انتزاعی تأثیر زیادی داره. خب بریم دوستان آخرین موج رو هم حالا از 7 دسته بشناسیم از امواج. آخرین موجی هم که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مختصر موج گاما هست. این امواج رو میشناسیم که ببینیم تو نوروتراپی چه کارشون داره. موج گاما دوستان بسیار موج مؤثری در عملکرد فرد و در زندگیش هست، اما ما هیچ پروتکلی در موردش نداریم. خیلی جالبه. موج گاما یکی کننده اطلاعاتی هست که از بدن میاد، یعنی سازماندهی میکنه اطلاعاتی که از قسمت‌های مختلف بدن میاد. حافظه خوب، سرعت انتقال زیاد اطلاعات،
پردازش سطوح بالای اطلاعات و اینکه فرد قدرت یادگیری مسائل پیچیده رو داشته باشه مربوط به موج گاماه. خیلی جالبه نه؟ همه چیزایی بود که ما نیاز داریم، همه اینا چیزایی بود که انسان‌ها در زندگی امروز خصوصا به اینا نیاز دارن. پس موج گاما خلاقیت رو بیشتر در چیز داریم، خلاقیت رو در آلفا داریم چون شهود رو در آلفا داریم و در تتا هم داریم اینها رو. تفکر خلاقانه ویژه موج تتا هست. خب این از یه مختصر در مورد امواج. دوستان دیدید ما الان امواج رو شناختیم، دیدی کم و زیاد بودن این امواج چه عملکردهایی رو به ما میده. امروز میخوایم، خب این از تئوری امواج، میخوایم یه چیزای دیگری رو مختصر با هم بشناسیم. ببینید اینم یه دسته‌بندی دیگه از امواج. اون دسته‌بندی که در اسلاید قبل دیدید نگاه کنید لطفاً. 1 تا 4 دلتا، 4 تا 8 تتا، 8 تا 12 آلفا. اینجا نظم 4 تا 4 تا 4 تا داشت. از این خارج میشه نظم دیگه، میشه 12 تا 15، 15 تا 21 و 21 تا 33 یا 32 که میشه های بتا، گروه بتا، و بعدیش 33 تا 64 که میشه موج گاما. پس دیدید این اعداد و ارقام یک قرارداد هست. حالا بیایم اینجا میبینیم که این قرارداد در اسلاید بعدی به این شکل هم دیده میشه. گفته دلتا 1 تا 4، تتا 4 تا 8، آلفا 8 تا 12، بتا حالا اینجا گفته 12 نیم تا 25 و نیم. دیدید یک دسته‌بندی دیگه ازش اعلام کرد. بعد بتای 2 12 و نیم تا 18 و بتای 3 18 تا 25 و نیم و گاما 25 و نیم تا 30 هرتز، 30 و نیم هرتز. این دسته‌بندی اینجا رو دقت کنید دوستان. این دسته‌بندی رو در نرم افزار نوروگاید به صورت حالا درمانی اینجا رو اونجا به کار میبره. متوجه هستید؟ این دسته‌بندی اینجا تو اون نرم افزار دیده میشه، یعنی اونجا ما بیش از 30 هرتز رو نداریم. شکل ظاهری امواج رو اینجا ببینیم که به چه صورت هست. میتونیم اگر بخوایم راجع به شکل ظاهری ببینید هر کدوم از این خونه ها رو اگر 1 ثانیه در نظر بگیرید، تعداد قله ها یا قعر های موجود در هر دونه از اینها نشون دهنده فرکانس اون موج هست که این موج در واحد زمان چند بار داره رفت و برگشت میکنه. خب بریم سراغ موضوع بعدی. در مورد تقسیم بندی مناطق سر برای درمان، همانطور که در مورد هر اختلال صحبت میشه یا هر بیماری صحبت میشه، بخشی از بدن رو معرفی میکنیم. سر قسمت‌های خاص خودش رو داره. دوستان در این اسلاید من اطلاعات اضافه زیاد براتون گذاشتم. مثلا ریتالین از چه سالی، ADHD از چه سالی اومد در و چاپ شد در DSM تری و ریتالین از چه زمانی موجود در بازار شد به خاطر این اختلال و غیره، که یه خط زمانم اینجا براتون طراحی کردم از 1950 تا 2010 و بعد از 2010 که چه اتفاقاتی افتاده به صورت یک تاریخچه. خودتون اینا رو ببینید. اما یک مقیاس بین المللی وجود داره به اسم مقیاس 10-20. مقیاس 10-20 مقیاسیه که بخش‌های مختلف سر رو تقسیم بندی کرده. در این مقیاس اینجا در تصویر می‌بینید. ببینید عدد اول از بینی به سمت بالا بریم، 10% رو می‌بینید موج روشه 10%، یه علامت 20% دارید و یک 20% دیگه. جمع این 10 و 2 تا 20 میشه 50. درسته؟ 10%، 20%، 20%. اونجا نقطه 50%یه 50%. ببینید از اینجا یه 10% اومده بالا، 20% و 20%. به این نقطه CZ گفته میشه، به حد فاصلی که ببینید عدد 10% از کجا میاد. ما این نقطه رو نه بین دو تا ابروها پایین تر، اینجا خودتون بگیرید، به این نقطه بذار من تصویرش باشه اینجا رو از روی تصویر بهتون نشون بدم. تصویر اینجا رو ببینید دوستان.
به این نقطه که یه فلش خورده روی تصویر، اونو توی اسلاید پیدا کنید، اینجا نزیون رو دیدید، اون نقطه نزیون، و بریم پس سر یه برجستگی داریم. برجستگی پس سر یه استخونی است، آخرین استخوانی که آخرین نقطه است که تاندون وصل میشه، اون استخون رو پیدا کنید دوستان. خب این حد فاصل نزیون تا نقطه پس سری که اسمش اینیون هست، بهش چی میگیم؟ یک اندازه 100%. یک اندازه 100%. هر کس یک 100% برای خودش داره، درسته؟ شاید اندازه جمجمه من بشه 37 سانت، از شما بشه 38 سانت یا 36 سانت. خب این فاصله اگر تقسیم بر 2 بشه میشه چند؟ نقطه 50%، که به نقطه 50% نقطه CZ گفته میشه. بهش میگیم چی؟ CZ. روی شکل میبینیدش که بالاش هم کلمه ورتکس رو نوشته، گفته یعنی اگر از امتداد قله سر بری به اینجا برسی، رو قله سر و نقطه 50%، به این میگیم نقطه CZ. دقت کنید به تجهیزات. شناختیم فعلا جمجمه رو و انباش. ما لازم داریم تجهیزات نوروتراپی رو هم با هم بشناسیم. تجهیزات شامل چی هستند دوستان؟ از سخت افزار شروع کنیم. ببینید این یه دستگاه سخت افزار نوروفیدبک هست. دیدید؟ این دستگاه که سخت افزار کار ما هست، ببینید یه دونه هم اینجاست، این سخت افزار هست. پس هر وقت که ما میخوایم نوروتراپی کار کنیم نیاز به یک سخت افزار داریم و نرم افزاری که در لپتاپمون هست که نرم افزارم امروز بهتون معرفی میکنم. خب سخت افزار شامل چیه؟ ببینید از همین طرف شروع کنیم. یک گیره است که این گیره ما میتونیم وصلش کنیم به جایی که میخوایم، مثل این. ببینید با گیره وصل شده به پایه‌ای که روی این ترابلی هست. خب این گیره در کنار گیره یه عدد داره، رمزیه یا شناسه‌ایه که سیستم میشناسه. بیایم اینور کلید روشن خاموش شدن. ببین یه اشاره به کلید میکنیم، دستگاه روشن میشه. تا کلیدش دوستان تا اون داره بوت میکنه، لود کنه، سبز کشه آماده کار. الان آماده کار شد. خب این از کلید روشن خاموش و اگر 3 ثانیه هم نگهش داریم خاموش میکنه. خب این قسمت روشن خاموشش و قسمت شارژش. این ورم که ورودی های کابل هامون هست. از سیستمی که ما دوستان تهیه میکنیم، ما به تعداد کانالی که میگیریم هر کدوم از اینا ممکنه 4 کانال یا 8 کانال ورودی داشته باشن. این الان یه دستگاه QEEG 24 کانال است. این هم همینطور. خب و
این از مشخصات ظاهری دستگاه. در کنار دستگاه ما نیاز به چی داریم؟ به کابل داریم. برای نورو فیدبک دوستان کابل ها خیلی مهمن. از چه کابلی استفاده کنیم با چه کیفیتی؟ یه واقعیت رو خدمتتون بگم. از بهترین ویژگی ها، ببین من تو کلینیکم همین تجهیزات رو دارم، از بهترین ویژگی هایی که اینا دارن اینه که با بلوتوث به سیستم وصل میشن و این یک ویژگی فوق العاده عالیه. چون بیمار روی این مبل میشینه، ببینید دوستان بیمار اینجا میشینه و ما لازم داریم بتونیم دستگاهمون متناسب با بیمارمون تنظیم کنیم. پس اگر قرار باشه که اینا اتصالاتی با سیم به سیستم داشته باشن، یه مقداری توی دست و پای ما خب سیم و چه میدونم وسایل اضافه خواهد بود و مشکلات زیادی خواهیم داشت. پس یک ویژگی بسیار ارزنده از این سیستم این هستش که ما با بلوتوث به نرم افزارمون وصل میشیم. نرم افزارم به موقع خدمتتون معرفی میکنم. اینجا رو نگاه کنید. 1 2 3 این 3 تا ورودی اینجا داره. این 3 تا ورودی احتمالاً دستگاه نورو فیدبک که شما بگیرید شاید 2 تا ورودی داشته باشه. این دستگاه نورو فیدبک و نقشه مغزیه که 3 تا ورودی داره. ما همیشه با ورودی A سر و کار داریم یا 1. ببینید کابل به ورودی 1 وصل میشه. خب کابل اون رو وقتی وصل میکنیم به ورودی 1، ما درمان رو با چی انجام میدیم دوستان؟ با کابل. ببینیم کابل چه قسمت هایی داره. پس یه سر کابل به دست از این طرف دوستان رنگ ها رو ببینید لطفاً. به اینا میگن الکترود. الان سبز ها، ببینید یه دسته سبز، یه دسته قرمز، میبینید و یه دونه مشکی داره. به الکترود قرمز الکترود اکتیو گفته میشه. الکترود اکتیو. پس به الکترود سبز رفرنس، به قرمز اکتیو و به مشکی گرند گفته میشه. خب پس الکترودها رو هم شناختیم. باید یک نوروتراپیست بدونه که اولین الکترود زمانی که میخوایم درمان رو توی نورو فیدبک شروع کنیم حتما از اکتیو 1 شروع میکنیم. ببینید کنار اینا شماره داره. این اکتیو شماره چنده؟ میتونید بخونید؟ بله اکتیو شماره 4. ما میگردیم اکتیو 1 رو پیدا میکنیم برای درمان. ببینید پس الکترودها شماره دارن. این اکتیو 3، این اکتیو 1. ببینید دوستان الکترودها شماره دارن. این اکتیو 1. اولین الکترودی که برای درمان به کار میره به ترتیب الکترود گذاری که میکنیم الکترود اکتیو 1 هست، طبق نقشه‌ای که نرم افزار به ما میده. حالا اینا رو باید خیلی مفصل با هم کار کنیم. پس دیدیم الکترودها شماره دارن، الکترودها در مکانهای خاصی گذاشته میشن و این الکترودها قرار امواج رو بگیرن. دوستان برای درمان هم امواج گرفته میشه، برای ثبت هم امواج گرفته میشه. ما هرگز در نورو فیدبک چیزی به سر به وسیله الکترود نمیدیم. پس اگر کسی فکر کرد که با الکترودها ما امواج میدیم یا برقی وصل میکنیم، اصلاً چنین چیزی نیست. خب سوال میشه پس چطوری درمان روی میده که این رو خدمتتون توضیح خواهم داد. کابل رو شناختید؟ یک ویژگی بسیار مهم دوستان از کابل ها چقدر وقت داریم؟ تقریبا ساعت 6 هم هست. حالا من سعی میکنم که حالا تا 6:30 تموم کنیم کارگاهمون رو. خوبه نیم ساعت وقت اضافه بذاریم چون نمیشه خیلی چیزا رو توضیح نداد. قرار بود تا 6 تموم کنیم ولی ببخشید دیگه نیم ساعت قطع شد. ببین دوستان از ویژگی کابل ها دست منو نگاه کنید. ببین متوجه میشید که این داره یه چیزی داره که میچرخه. ببین این قسمت یه قطعه یاتاقان مانند هست جلوی دوربین من گرفتم. ببین این میچرخه. دیدید توی دست میچرخه.
این ویژگی باعث میشه بعضی از حرکت‌های سر بیمار خنثی و این یه فنر روشه که خودش رو سفت نگه میداره. این شد کابل. بریم کلاه رو هم بشناسیم، ببینیم با چی این کابل ها رو روی سر نگه میداره. من برای این کارگاه چند نوع کلاه آماده کردم. از کلاهی که سال 92 تولید شده تا کلاهی که سال 1402 تولید شده. ببینید کلاه ها، اولین سری کلاه ها رو من خدمتتون نشونتون بدم. این کلاه ها ببینید کلاه پارچه‌ایه، روی سر قرار میگیره. اون نقطه 50% که خدمتتون عرض کردم، گفتم نقطه CZ، اینجا نگاه کنید روش نوشته چی؟ CZ. میبینید CZ رو، حروف C و Z تایپ شده روش اینجا. این CZ. این متر میذاریم روی سر و این نقطه باید روی نقطه CZ در سر بیمار قرار بگیره. پس اصلی ترین نقطه‌ای که در نصب کلاه نیاز داریم نقطه CZ هست. خب این یه مدل کلاه دوستان، یا مثلا این کلاه. خب ویژگی این کلاه چیه؟ این کلاه به صورت توره، بیمار خب سرش عرق نمیکنه، گرمش نمیشه. اینم همون نقطه CZ رو الان همه کلاه ها CZ رو دارن و اینم نقطه CZ. این به این صورت توی سر بیمار قرار میگیره و این نخ از زیر گردن بسته میشه. خب الکترودها توی این مسیرها قرار میگیرن. دوستان ببینید الکترودها توی این مسیرها قرار میگیرن، خودشون وصل میشن و خودشون جدا میشن. خیلی ساده. اینجا فقط لازم ما فشار بدیم، این توی این مسیر قرار میگیره. پایان درمان هم از اینجا ما خارجش میکنیم. خب اینم نسل‌های قبلی کلاه و نسل خیلی پیشرفته کلاه رو هم نشونتون بدم. این نسل بسیار پیشرفته‌شه که ما هنوز خودمون هم استفادهش نکردیم. خب اینم دیگه آخرین ورژن کلاهی هست که داریم، خیلی هم با خب دوستان میبینید اینجا کنار زده CZ، بیارم جلوی دوربین. CZ اینم یه مدل کلاه هست. خب این کلاه ها کار رو خیلی آسون کردن. چرا؟ چون فقط با مشخص کردن نقطه CZ در سر و نصب کلاه به صورت صحیح سایر مناطق رو میتونی الکترود گذاری کنی و به راحتی درمان تو پیش ببری بدون اینکه مشکلی داشته باشی. پس کپ یا کلاه ابزاری هست که به ما به راحتی کمک میکنه تا بتونیم الکترود گذاری خیلی خوب و موفقی داشته باشیم. اینم از دوستان کلاه. ابزارها رو بشناسیم. الکترود رو وقتی که میخوایم روی کلاه نصب کنیم دوستان، اون مسیری که میخواد الکترود قرار بگیره حتما باید ژل توش تزریق شه. ژلی که هست اینه. ببینید دوستان، این با سرنگ توی مسیرها ژل وارد میکنیم. این ژل همون ژل سونوگرافی هست. ببینید اینجا چون ما نقشه مغزی این اتاق کار میکنیم، ببینید اینا قوطیای ژل هست که استفاده میشه. ببینید برای اینکه ژل استفاده کنی و درمانت رو درست پیش ببری، خب حد و اندازه و نحوه استفادهش رو بهتون بگم. یه سرنگ رو پر میکنی، توی هر کدوم از اون مسیرها به اندازه 0.7 cc ژل وارد میکنی. اینم یه کلاه QEEG هست، کلاه نقشه مغزی، که توی هر کدوم از این مسیرها ما باید به اندازه 0.7 cc ژل وارد کنیم. خب ژل رو شناختید. من یه راحت از ژلم نشونتون بدم. ببینید این قوطیای ژل که ما می‌بینیم یا توی بسته ها هستن قبوله، خیلی خوبه، اما اینجوری ژل رو باید خرید. نگاه کنید به این همکارا، ژل در ظرف‌های چند لیتری توی بازار هست.
یه ژل میگیری، اون بسته ها تو پر میکنی. اوکی؟ اینم از ژلی که نیاز هست که این ارتباط برقرار شه. اگه سوال داشتید بپرسید، چون بیش از 10-12 سال ما داریم کار میکنیم. همه این اجزا رو به سادگی میشه تهیه کرد و به راحتی به درمان پرداخت. دوستان این از قطعاتی که لازم داریم. البته در کنار ژل ما لازم داریم گیره ها رو، ژل الکترودا رو تو مسیر وصل میکنیم. گیره ای هم هست که باید به گوش وصل شه. میدونید که زمانی که کپ رو یا اون کلاه رو روی سر میذاریم، 2 تا گیره هم هست روی هر کپ یا روی اون الکترودها. ببینید این گیره ها رو یه قطره ژل توی دهنشون میذاریم و به گوش بیمار وصل میکنیم. به این صورت امواج رو از گوش بیمار میگیریم. خب این از گیره ها. دوستان زمانی که ما لوازممون رو شناختیم و میخوایم درمان رو شروع کنیم، ابتدا باید بدونیم که درمان از چه نوعی و به چه صورت انجام میشه. بریم با هم نرم افزار رو بشناسیم. لطفاً دوستان دقت کنید. من خواهش میکنم اگر قطع شد حالا همکارا به گوشی من زنگ بزنن، چون من اشتراک گذاری صفحه. خب اجازه بدید من توی سیستم دیگه ببینم میتونم کلاس رو داشته باشم، چون میخوام نرم افزار رو توضیح بدم. خب متاسفانه نشد، اشکال نداره. یه سیستم. خب دوستان من میخوام ببینم این صفحه رو دارید شما؟ نرم افزار رو باز میکنم میبینیدش؟ الان به من یه پاسخ بدید. نرم افزار رو میبینید که باز میشه؟ خب بسیار عالی. من نرم افزار رو باز میکنم و روی نرم افزار شروع میکنم توضیح دادن که انشالله مشکلی نباشه، و اگر مشکلی بود یه لحظه بذار ببینم با گوشی میتونم برم توی انیدسک که توی من وارد کلاس شم، اگر شد اینجا ببینم کلاس رو. خب خب من یه جا دیگه کلاس رو باز کردم که اگر سوالی شما داشتید تو این کلاس رو من ببینم اینجا. دوستان اجازه بدید. خب نرم افزار رو شما الان دارید دیگه، نرم افزار رو، درسته؟ خب اوکی. که ببینید این نرم افزار ما. نرم افزار عزیزان دقت کنید، من یه توضیح راجع به نرم افزار بدم. زمانی که ما نرم افزار رو باز می‌کنیم به هر حال یک صفحه باز خواهد شد و این صفحه‌ای که باز میشه یا صفحه درمان هست یا صفحه ارزیابی. ما صفحات درمان و ارزیابیمون رو چطور می‌خوایم مشخص کنیم؟
ببینید فرض کنید که ما الان یه بیمار، یه کودک ADHD داریم، میخوایم ببینیم که این بسنجیمش که کودک بیش فعال هست یا خیر. پس الان یه کودک اومده، ما میخوایم ارزیابی کنیم که کودک بیش فعال هست یا خیر. پس باید وارد چه منویی شیم؟ به من بگید منوی درمان یا منوی ارزیابی؟ کی میتونه جواب بده؟ آفرین، منوی ارزیابی. پس میریم تو نرم افزار، در ذهنمون هست. ببین از اینجا باز میکنی نرم افزارت رو، تمپلیت، میای پایین. ببین اینجا گفته ADHD حرف زدم، اما این بخش هایی که راجع به ADHD گفته شده اینها هر دو درمانن. ما میخوایم بریم بخش های ایوالیوشن یعنی ارزیابی رو ببینید. ببینید اینجا گفته ایوالیوشن 4 چنل، ایوالیوشن ارزیابی 4 کاناله، ایوالیوشن ارزیابی 19 کاناله، ایوالیوشن اتنشن، ارزیابی اتنشن یعنی توجه. خب این درسته. حالا اینجا دو تا ایوالیوشن اتنشن داریم، ایوالیوشن اتنشن ایندکس، ایوالیوشن اتنشن. خب AT، ما این AT رو انتخاب میکنیم و اوپن میکنیم. همین صفحه‌ای که بود صفحه ارزیابی ایوالیوشن برای کودکان بیش فعال بود. میخوام اجزاء صفحه ارزیابی رو خدمت دوستان توضیح بدم. ببینیم چی هست. این قسمت بالا که موج درش دیده میشه اسمش چیه؟ اینجا بهش میگیم اصطلاحاً FFT. موس من رو که میبینید دوستان، اینجا میشه FFT. خب ببخشید اینجا میشه اسکوپ، اینجا میشه اسکوپ، جایی که امواج خام دیده میشه. این قسمت که به صورت ستون دیده میشن FFT هست. و این قسمت، این چیزی که به صورت یه سر شما میبینید و نقشه است، این نقشه مونتاژ هست. دیدید گفتم الکترود گذاری خودش آدرس داره. ببینید اونجا یه الکترود قرمز وسط صفحه است در نقطه CZ. پس ما الکترود اکتیو 1 رو باید در نقطه CZ روی کلاه بذاریم به این سادگی. 2 الکترود سبز رو باید روی گوش راست بذاریم و الکترود گرند رو روی گوش چپ و موج رو شروع می‌کنیم ثبت کردن. من موج رو پلی می‌کنم، الان نگاه کنید. بذار من این دستگاه رو روشن کنم که به این وصل شه. خب یه بار دیگه تا دستگاه ما رو پیدا کنه و کانکت شه. خب کانکت شدیم مجدد. مجدد اشتراک بذاریم اینو شیر. خب تصویر رو دارید؟ ببینید دوستان، این سیگنالی هست که ما داریم از هوا میگیریم، پس از هیچ بیماری نیست. دیدید اون سیگنال رو؟ این صفحه هست که ما میخوایم امواج رو موس رو ببینید. خب ببینم موس من دارید؟ بله. اینجا نگاه کنید، ریکورد. میخوایم امواج رو ریکورد کنیم، پس میخوایم موج رو ضبط کنیم. وقتی یه موج ضبط کردیم اینجا میایم آنالیزش میکنیم و اینجا هم که الگوی، اینجا هم که منوی هلپ رو داریم، یعنی کمکم کن چطور الکترود گذاری کنم. نرم افزار بسیار یوزر فرندلی و بسیار آسونه. منتها یادگیری این درمان نیاز به یک کلاس حضوری داره، ما باید بشینیم با هم کار کنیم. این از صفحه ریپورت. من بالای نوار وظیفه رو، اون خط بالا رو یه توضیح اینا رو بدم. ببین اینجا گفته آی فیکس، SR silent reading، LI مخفف چیه؟ listening و DR دراوینگ. گفته بیمار در حالتی که چشماش ثابته، بیمار در حالتی که silent reading میکنه، تو دلش چیزی میخونه،
بیمار LI یعنی لیسنینگ، داره چیزی گوش میده، و DR یعنی در حالتی که داره یه نقاشی میکشه، ازش ثبت بگیرید. اینا ایونت هایی هستند که موقع ثبت فعال میشن و خودشون تایمر دارن که چه تایمی؟ هر کدوم از اینا 130 ثانیه ثبت از بیمار میگیره. خب این از دوستان ببینید با این پلی و پاز با این کلید انجام میشه. دیدید با این پلی و پاز میشن. این از منوی ارزیابی. البته دوستان دنیای کار داره این منوی ارزیابی و ریزکاریایی داره. زمانی که ما ثبت گرفتیم میایم سراغ آنالیز. این آنالیز میریم اینجا موجی که گرفتیم رو پیدا میکنیم. ببینید این امواجی که در سیستم ما هست هیچ کدوم توی این سیستم مربوط به موج 4 کاناله نیستن که من بتونم خدمتتون الان آنالیز بدم. اینا تمام 19 کاناله مربوط به امواج مغزی بیمارایی هستن که برای نقشه مغزی و لورتا نوروفیدبک اینجا اومدن. اما ما موجی که گرفتیم رو انتخاب میکنیم، در صفحه آنالیز میتونیم به راحتی آنالیزش کنیم. وقتی که امواج آنالیز شدن، نسبت موج تتا به بتا برای ما بیانگر هست. به این نسبت TBR گفته میشه. نسبت TBR یعنی نسبت موج تتا به موج بتا. اگر نسبت تتا به بتا در فردی در سن زیر 18 سال میگه که اگر بیمار سنش کمتر از 18 سال باشه و نسبت TBRش از 2.5 بیشتر بشه مشکل توجه داره. و اگر سن بیشتر از 18 سال باشه مثل من و شما باشه، این عدد نباید از 2 بیشتر بیاد. پس نسبت تتا به بتا در افراد زیر 18 سال به ما بزرگسالان اون نیم نمره میتونه بیشتر باشه. یعنی اون جمله چیز اینجوریه که میگه more than 2.5 than 3 for children and more than 2 for adults. خب این از نسبت TBR برای اختلال تشخیص اختلال بیش فعالی. فرض کنیم که ما تشخیص دادیم کودکی بیش فعال است. فرض کنیم میخوایم الان درمانش کنیم. تا اینجا موافقید؟ من برگردم تو صفحه اصلی ببینم اگر سوالی داری. برگردم من سوالا رو ببینم. دوستان میز و صندلی که استفاده میکنید مخصوص جای میشه تهیه کرد. من الان نشونتون میدم میز و صندلی رو نگاه کنید. اگر دوستان این ورودی منم ادمین کنم، بذار خودم رو ادمین کنم اینجا. یه لحظه اجازه بدید. به اسم زیابخش وارد شدم که گوشی قابل مهمان. خدا باید پیدا کنم. خب اینجا هم به اسم مهمان. خب روشن کردم. خب دوستان این دوربین منو دارید؟ حالا میز و صندلی که گفتید رو نگاه کنید لطفا. ببینید صندلی این هست، یه مبل معمولی. از این مبل ببینید تو کلینیک ما هست، اونم کیف لوازمی که باز کردم ببینید. پس یه مبل معمولی هست که استفاده می‌کنیم برای بیمار. می‌خوایم که این مبل خب این مبل ترجیحاً باید استراکچرش چوبی باشه. یعنی ما میخوایم تا جای ممکن فرکانس اضافه. ببینید وسایل فلزی مثل آنتن عمل میکنن. هرچند که ما عزیز اصلا برند خاصی نیست، ما دادیم اینجا برامون اینا رو 20 از این مبل سفیده زده. من تو سایر اتاقا نشونتون بدم تو کلینیک چند تا از این مبل ما داریم.
یه مبلی که استراکچر چوبی داره، از همین مبلای راحتی. چرا؟ چون میخوایم پای کودک به زمین برسه. رو خیلی بلند نمیخوایم باشه. خب این از میز و صندلی چیز خاصی نداره، فقط بدنه رو سعی کنیم چوبی انتخاب. دستگاه رو برند دستگاه، من همین دستگاه شرکت پرتو دانش رو دارم. ببین برندش اینه، ایویو اسمش، ایویو رو شما تهیه کنید. حالا خب این از ما برگردیم سراغ صفحه درمان. صفحه درمان میگه چی؟ بریم سراغ نرم افزار. خب این نرم افزار اینجا باز نشد، برگردیم من شیرش کنم اینجا اگر به مشکل نخوره بازم. خب اسکنی شیر. خب بسیار عالی، نرم افزار رو داریم. دوستان دیدید اونجا گفتیم ما ارزیابی کردیم و منوی درمان رو برای خودمون چیز کردیم، منوی ارزیابی رو پیش رفتیم. اینجا میخوایم منوی درمان رو کار کنیم، لطفاً عنایت بفرمایید. پس منوی ارزیابی رو پیش رفتیم، حالا میخوایم درمان کنیم. چطور درمان کنیم؟ میاییم اینجا تشخیص دادیم کودک ADHD داره، درسته؟ تشخیص دادیم کودک چی داره؟ ADHD. پس تشخیص اون اینه که کودک ADHD داره، اختلال ADHD 2 تا پروتکل داره. یه پروتکلش گفته ADHD بتا، یکی گفته ADHD SMR. چون ما منطق اختلال بیش فعالی رو تشخیص دادیم و فهمیدیم که بیش فعالی از اون منطق نسبت TBR پیش میره، پس ابتدا اولین پروتکلی که انتخاب میکنیم اختلال بیش فعالی از پروتکل بتا هست، بازش میکنیم. این صفحه باز میشه، خیلی جالبه. ببینید این صفحه با صفحه‌ای که اونجا برای ثبت امواج استفاده کردیم شباهت خیلی زیادی داره، فقط یه قسمت‌های بیشتر داره. ببینید این قسمت، من نگاه کنم موس شما، بله موس داره. اینجا شد چی؟ اسکوپ که بالای اون صفحه داشت. اینجا شد چی؟ FFT. اینجا یه اسکوپه که موج خام توش میبینیم، کار خاصی فعلا نمیکنه. بالای اسکوپ اینجا گفته FCZ، یعنی الکترود اکتیو تو در FCZ بذار. نقطه FCZ اینجا در تصویرم میبینید که گفته اکتیو رو در FCZ و برای الکترود گذاری هم شکل رو داری A2 A1 یعنی گوش چپ گوش راست، رنگ الکترودها هست، هم میتونی بری هلپو بزنی. هلپ به سادگی داری میبینی اکتیو 1، رفرنس 1، گراند 1. خیلی ساده است این کار خیلی ساده ای. خب بیاین بریم تو سیژن، تو جلسه درمانی، ببینیم چیکار میخوام. بیمار ما درد فرض خب بذار من دوباره اشتراک گذاری کنم. اشتراک گذاری است. خب بسیار عالی. دوستان بیمار ما اختلال ADHD داره، درسته؟ بر اساس آنچه ببینم شما میبینید اینجا رو. خب فرض کنید که بیمار اومده، الکترودها روی سرش نصب شدن و بیمار روی مبل نشسته، سیستم وصله و الکترودها هم روش نصب. خب ما حالا امواج رو از هوا میگیریم، پلی میکنیم. میخوام یه چیز جالب ببینید. این صفحه فعلا صفحه درمانگر هست، یعنی 3 تا ستون اینجا داریم که الان میخوام بهتون معرفی کنم. این 3 ستون بهشون میگیم ستونهای بار. بالای هر ستون بار اسم یک موج نوشته شده، تتا 4 تا 8 هرتز، لو بتا 16 تا 21 هرتز. دیدید اونجا بهتون گفتم لو بتا رو بگیم SMR،
12 13 14 15 16 هرتز رو اینجا اسم لو بتا رو در درمان به کار برده. به این خاطر گفتم اونجا اسمار رو یاد بگیرید، اینجا لو بتا به کار میاد. و اینجا هم 25 تا 30 هرتز. این اسم ستون ها. اما همونطوری که روی ستون ها میبینید یه فلش وجود داره. جهت این فلش رو به پایینه. میگه اگر میخوای ADHD رو، ببین ما اومدیم توی منوی ADHD، اگر میخوای ADHD رو درمان کنی به این موج تتا رو بیار پایین. دیدی؟ اگر میخوای ADHD رو درمان کنی لو بتا رو ببر بالا و اگر میخوای ADHD رو درمان کنی های بتا رو بازم بیار پایین. پس 2 موج میاد پایین، 1 موج میره بالا و این میشه منطق درمان ADHD: کاهش تتا، کاهش های بتا و افزایش لو بتا. من این قسمت درمانگر، این صفحه‌ای که مال شماست، اما صفحه‌ای که مربوط به بیمار هست کجاست؟ یه لحظه اجازه بدید. من تو کلینیک این یکی هم راه اندازی کنم براتون. خب بسیار عالی. ببینید قرار نیست هر چی تو میبینی بیمارت هم ببینه ها. متوجهید؟ الان تنظیمات اون تلویزیون رو نگاه کنید. اجازه بدید ببینم. من یکی رو ادمین کنم دوباره. خب این دوربین رو دارید دوستان؟ این دوربین رو دارید؟ اونجا رو نگاه کنید. این تلویزیون رو میبینید؟ این صفحه‌ای هست که جلوی بیماره. میبینید هر آنچه شما اونجا دارید اینجا هم داریمش. قرار نیست که این رو ما به این صورت داشته باشیم. فقط قراره که صفحه درمانجو رو شما منتقل کنید اونجا. این قسمت مشکی، دیدید این قسمت رو؟ پس قسمت مشکی میشه صفحه درمانجو. چی توش داریم؟ اینجا رو نگاه کنید. یه لحظه. اینجا یک کلیک راست میکنیم در این فضای سمت راست که صفحه درمانجو هست. ببینید یک منو باز میشه شامل گیم تایپ، گیم فایل، لاجیک، فول اسکرین، ریوارد، اسپید و دایرکشن. اینا چی هستن؟ داره میگه که بیمار تو وقتی میخواد درمان شه چی ببینه که درمان شه؟ با چه تیپی گیم تایپ، با چه تیپ بازی. میریم ببینیم چه تیپایی داره، بازش میکنیم. گفته موزیک دارم، ویدیو دارم، مووی دارم، انیمیشن دارم، 3D دارم و تویز هم دارم. پس میتونی موزیک براش پخش کنی موقع درمان شدن، یعنی بازخوردار رو با موزیک ببینه. میتونی ویدیو براش پخش کنی، فیلم پخش کنی. میتونی مووی حالا اون چیزاییه که داره. انیمیشن میتونه، 3D میتونه، حالا شاید از ابزارها، و تویز میتونه. تویز چیه دوستان؟ سرچ تویز رو من زدم. تویز یعنی اسباب بازی. الان تویز نشونتون بدم. منظور از تویز اینا هم دوستان ربات هایی هستند که با سیستم کانکت میشه. این یه اسباب بازیه که تجهیزات درمانی توی بدنش گذاشته شده. خب اینجا رو میبینید؟ ببینید این همون رباتیه که بهتون گفتم تو اون صفحه سرچ تویز. این ربات تجهیزات درمانی یه اسبابی که از بازار گرفته شده، حالا خود مؤسسات تولید میکنن و اینجا یه شماره داره. میبینید اینو یه شماره پلاک داره. اینو وقتی سرچ میکنی سیستم اینو پیدا میکنه و بازخوردها رو با حرکت این ربات میده. یعنی این ربات با تناسبی که امواج مغزی پیدا میکنن حرکت میکنه و حرکت این
فیدبک یا بازخورد یا مشوری هست که به مغز بیمار داده میشه تا اون رفتار رو مغز تکرار کنه. تناسب امواج رو مغز وقتی رعایت میکنه این حرکت میکنه و با حرکت تویز مغز فیدبک میگیره و شروع میکنه به درمان خودش. پس اینا رو متوجه شدیم. برگردیم تو صفحه. من دوباره منوی درمان رو شیر کنم. خب اینم صفحه درمان. اینا رو دیدیم. بریم سراغ مثلا موزیک یا ویدئو یا هر چیزی که ویدئو مثلا ببینیم چی داره. حالا هر چی که از گیم تایپ انتخاب کردیم، وقتی مثلا ویدئو انتخاب کردی گیم فایل ویدئوها رو میده. الان تو سیستم ما ویدئو خاصی وجود نداره. اگه گیم تایپ مثلا مووی ها رو انتخاب کردیم، ببینیم مووی ما چی داریم. الان مثلا مووی هم نداره. بریم مثلا ببینیم چی داریم. انیمیشن احتمالاً داریم. خب اینجا ما بازی ها رو نگرفتیم هنوز، چون با این لپتاپ ما داریم درمان لورتا انجام میدیم. الان اینجا مثلا یه سری داره که مثلا گیم فایل مثلا نیست. خب ببینم چی باز میکنه. خب اینجا نوع بازی ها رو انتخاب میکنیم که چه نوع بازخوردی میخوایم به بیمار بدیم. موج رو پلی میکنیم ببینیم بازخورد چیه. ببینید این موجیه که داریم از هوا میگیریم و ستون‌ها اینجا قرمزن. اینا ستون‌های بار هستن. ستون‌های بار به وسیله ما تنظیم میشن دوستان. خب برای درمان دوستان دیدید که منوی درمان آنچه که در اون منویی که تمپلیت رو باز کردیم بود ADHD بود و غیره اونا وجود دارن. ما بریم اونجا ببینیمشون. اینجا رو نگاه کنید. بذارید من اینو یه بار به اشتراک بذارم دوباره. خب اینجا نگاه کنید ببینیم چه بیماریایی رو کمک به درمان میکنه. ADHD 2 تا پروتکل داره. انگزایتی آلفا، اوتیسم. دیدید اوتیسم 1 تا جلسه 1 تا 25، 26 تا 45، 46 تا 60 جلسه میتونه به اوتیسم کمک کنه. حالا پروتکل ها رو دوست دارید باز کنید ببینید جلسه مثلا 46 تا 60 اوتیسم چیه. بازش میکنید ببینید گفته دلتا سرکوب، SMR افزایش و 22 تا 30 هرتز کاهش و همون سازوکار درمان همون صفحه‌ایه که بود. میبینید همون چیزی رو که ما داریم همون رو داره تکرار میکنه. یعنی روند درمانی که ما در اختلالات داریم همون روندی هستش که ما برای مثلا برای بیش فعالی همون چیزی رو داریم که در مثلا اوتیسم داریم. صفحه فقط موجها تغییر میکنن. چه موجی رو تو میخوای چه تغییری بهش بدی، اینها به ما خیلی کمک میکنن که بتونیم درمان کنیم. کاری که دوستان دارن تو سیستم من میکنن دوستان نگاه کنید. اینو دیدی؟ این کار پشتیبانی تجهیزات هست. ما قرار نیست هر روز یه مشکلی داشته باشیم. هر لحظه مشکلی بود، مسئله‌ای بود، سریعا پشتیبانی از همین طریقی که می‌بینید داره به من کمک میکنه. دیدید ما قرار درمان اون رو انجام بدیم، فقط اطلاع میدیم پشتیبانی. نرم افزار انیدس سریعا باز میکنن و برای ما کار رو انجام میدن. نگاه کنید این یکی از بهترین مزایایی هست که من و شمای همکار ممکنه ازش بهره مند باشیم، چون زمانهایی وجود داره که ما بیمار داریم، مشکل داریم، مثلا شاید سر در نیاری از نرم افزارت. حالا من 10 سال 12 سال دارم کار میکنم، شاید همکاری داشته باشیم که تو مثلا استفاده از سیستم ها یا اینها یه مقداری ضعف داشته باشه، اصلا نگرانی نداره. سریعا به پشتیبانی زنگ میزنی، انیدسک رو باز می‌کنی. فقط لازمه یه چیزی رو یاد بگیری که انیدسک تو باز کنی، دیگه خودشون کانکت میشن به این صورت و پشتیبانی میکنن. خب من تا این ویدئو رو میریزم تا در عمل این رو ببینیم. برمیگردم صفحه اول. سوالاتی که دوستان دارن رو پاسخ میدیم
تا اون وقت ببینیم که ادامه کارمون رو جمع‌بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم. سوال دارید دوستان؟ اگه دستتون رو بالا بگیرید من ممنون میشم که سوالی بود پاسخ بدم. سوالی هست؟ تفاوت لورتا نوروفیدبک و نوروفیدبک چی هست؟ ببینید عزیز، لورتا نوروفیدبک مناطق عمقی مغز رو تحت تاثیر قرار میده تا مناطق قشری، اما نوروفیدبک یا سورفیس نوروفیدبک یا همین نوروفیدبک معمولی درمان رو در همین مناطق سطحی مغز انجام میده، اختلالاتی رو انجام میده، مثل برای وسواس داره، برای ADHD داره، برای اوتیسم داره. لورتا عمیق‌تر انجام میده این درمان ها رو. مناطقی که عمیق‌تر هستن در فرایند درمان نیاز به سوال خانم علیپور، من با این یه دوربین صحبت کنم تا حالا سوالتون اینه که آیا در تعداد جلسات تفاوتی با هم دارن؟ بله دارن. در نوروفیدبک ما ببینید استاندارد چه لورتا چه نوروفیدبک هفته 2 جلسه تا 3 جلسه است و نوروفیدبک تا 35 جلسه بیمار میاد پروتکل بسته میشه. لورتا 30 جلسه است. البته لورتا تو جلسات جلوتر زودتر جواب میده ها، یعنی جلسات 4 و 5 لورتا اثرات خودش رو نشون میده. نوروفیدبک معمولا کنتر پیش میره، سطحی تره، برای هر اختلالی نمیتونه کمک کنه. میگیم اختلالات عمیق‌تر رو لورتا بهتره کار کنیم، اما نوروفیدبک هم معجزه میکنه. دوستان من شاید 10 سال نوروفیدبک یا 8 سال نوروفیدبک استفاده کردم، فوق‌العاده خوب جواب میده، به شرطی که کار رو درست یاد بگیریم، پروتکل رو درست اجرا کنیم، از اعمال سلیقه خودداری کنیم، برای خودمون فرم تعیین کنیم، درست پیش بریم، خیلی خوب جواب میده. ما این صفحه‌ای که دوستان خب الان دکتر شما می‌بینید؟ جان شما دارین صفحه رو می‌بینید درسته؟ بله من دارم می‌بینم. من اینو توضیح بدم، همینجا توضیح بدم آره یا بزرگش می‌کنید؟ الان دیگه بقیه میتونن بزرگ کنن، همینجا همین توضیح بدید دیگه. خب دوستان صفحه رو ببینید لطفاً. امواج رو در ستون‌های بار ملاحظه می‌فرمایید، درسته؟ یعنی اینکه این ستون‌ها دیدید قرمز، سبز تغییر رنگ میدن. هر وقت قرمز میشه یعنی مغز اون حد نصابی که مد نظر درمانگر هست و در تولید امواج کسب نمیکنه. ببینید بعضی از امواج یه آستانه‌ای گذاشته شده براش که اصطلاحاً اون ترشولد یا آستانه، موج باید پایین‌تر از اون قرار بگیره تا سبز شه، یعنی موجیه که میخوایم سرکوب شه. بعضی وقتا آستانه جوری که موج باید بالاتر بره تا سبز شه، یعنی میخوایم توانمندسازی و توانبخشی کنیم این موجو. موجهای تنبل باید بالاتر از آستانه کار کنن، موجهایی که پرکارن زیر آستانه. و این فرایندیه که باعث میشه سیستم بازخورد بده. دوچرخه سوار رو نگاه کنید، هر وقت 3 تا ستون سبز میشه دوچرخه سوار راه میفته. لطفاً دقت کنید به اون دوچرخه سوار، وقتی 3 تا ستون سبز میشه دوچرخه سوار راه میفته. دیدید چقدر قشنگ داره کار پیش میره. الان بازی رو عوض کردم دکتر. ببینید بازی ها متفاوتن. ببین بازی عوض شد، یعنی میتونیم بازی های مختلف، میتونیم جذابیت های زیادی، خصوصا برای بچهای بیش فعال. ما چی داریم برای بچهای بیش فعال بجز دارو، بجز اون تکنیک های آموزش خانواده و یه سری کارها؟ ببین خدا لطف کرد من یه اختراعی رو ثبت کردم به اسم تارگتد پروگرسیو ماتریس های پیشرونده هدفمند، یه ابزاری برای درمان بیش فعال ها. حالا هنوز تجاری سازی نشده، اما خب خیلی محدوده، همه داریم تلاش میکنیم که چه کار کنیم. این
نوروفیدبک بسیار بسیار کمک کننده است برای بچهای بیش فعال. یه معجزه است براشون، چون اینا رو اگه درمان نکنیم میل شدیدی به بزهکاری، میل شدیدی به مخدر، میدونید که سطح دوپامین در مغز این بچه‌ها پایینه و استاد نیمه کار رها کردن کارها و این مسئله دیگه هستن. نوروفیدبک به اینا کمک میکنه بالانس امواجشون رو دوستان داشته باشن. خب ما فعلا پس سبز رو توضیح، یکی از دوستان دستشون بالا هست، من میکروفونشون هم باز کنم، حالا به اسم مهمان هستن، هر وقت چیزشون گفتن لطفاً توضیح میدید استاد کاربری که با سیستم کار میکنه میشه خود پزشک نباشن، شخص کاربر باشه و نتایج رو برای پزشک قطعاً این شدنیه. الان تو کلینیک من برای لورتا نوروفیدبک یه پزشک عمومی داره کار میکنن، یه خانم هم هست که یه کارشناس ارشد پرستاری هست، بعضی وقتا پزشک کار میکنه، بعضی وقتا کارشناس ارشد پرستاری. روی این سیستمایی که اینجا هستن من توی اتاق خودمم بیمار رو ارجاع میدم، نقشه مغزی گرفته میشه یا دستور درمان. به این دوستان اینا پرونده بیمارا حاضر و آماده میذارن اینجا، من هر وقت کار دارم میام کارم رو انجام میدم. پس معمولا در یک کلینیک که شما محور هستید، در یک مجموعه است که اگر خودت بیای توی اتاق نوروفیدبک نمیتونی کاری انجام بدی و کلینیک میخوابه، قطعا باید 2-3 تا اتاق 4-5 تا کمکی داشته باشی که دوستان کمک کنن. آیا AD برای ADHD بزرگسالان هم موثره؟ قطعا موثره. ADHD میدونید که ADHD خردسالان به adults ADHD تبدیل میشه، ADHD بزرگسالان، که این تناسب امواج رو به خوبی ایجاد میکنه. بیمار چگونه میتواند امواج مغزی خود را تنظیم کند؟ عزیز، به صورت ناهوشیار روی میده. یک ویژگی در مغز هست به اسم بلاستوسیته. ببینید دست آدم وقتی بریده میشه چجوری ما دستمون رو ترمیم میکنیم؟ خود به خود انجام میده، درسته؟ بدن خود به خود. واکنش چیه؟ دست بریده میشه، چه اتفاقی میفته؟ پلاکت ها آزرده میشن. پلاکت های آزرده شده میان رشته های فیبرین رو به فیبرینوژن تبدیل میکنن. فیبرینوژن مثل یه تور میفته اینجا، گلبولای قرمز رو میگیره، لخته خون تشکیل میشه، اون خودش کارشو میکنه، اصلا ما دستور نمیدیم که اینا کار انجام بدن. اوکی، زخم بسته میشه. حالا مغز هم ویژگی خودترمیمی رو داره. جناب دکتر ما از کودک میخوایم چه کاری انجام بده تا ستونا سبز شن؟ ببینید عزیز، اینا نیاز به آموزش مفصل داره، باید در یک کارگاه حداقل 2 روزه شرکت کنید. ما از کودک نمیخوایم کار خاصی کنه، میگیم عزیزم بشین، نه تنفس شکمی یادش میدیم، میگیم به این تصویر دقت کن و نگاش کن. همین. ما آستانه ستونها رو طوری تنظیم میکنیم که اون میزان دقت کودک منجر به حرکت و برنده شدن در انیمیشن باشه و این برنده شدن در انیمیشن فیدبک میده وارد قانون رفتار درمانی به اسم قانون اثر میشه. قانون اثر میگفت چی؟ قانون اثر از ادوارد سورندایک، یادتونه این شرطی شدن اسکینری. ادوارد سورندایک میگه چی؟ میگه هرگاه رفتاری منجر به بروز پیامدهای مثبت در محیط شود، امکان بروز آن رفتار بیشتر میشود. رفتار چیه؟ تولید بتای بیشتر و کاهش تتا. TBR نسبتش متناسب میشه، سیستم بازخورد میده. پس این رفتار منجر به بروز پیامد مثبت میشه. پیامد مثبت چیه؟ برنده شدن در نرم افزار. پس پیامد مثبت منجر به تکرار رفتار میشه، از شرطی شدن پیگیری میکنه. در مورد درمان با لورتا مثال بزنید، مثل افسردگی، مثل وسواس، مثل بیش‌فعالی، میتونیم همه رو. لورتا عمیق‌تر هست مثل اعتیاد، ولی مثلا پروتکل‌های نوروفیدبک یه مقدار سطحی‌ترن، لورتا عمیق‌تره. نوروفیدبک دوستان معجزه میکنه، لورتا هم قوی‌تر. خب از اینکه تو این کارگاه دوستان خدمتتون بودم، سلامت باشید. بزرگواری با تشکر. آیا نوروفیدبک به تنهایی درمان رو پوشش میدهید؟ درمان مکمل است. چقدر سوالتون های دکتر عالیه. نوروفیدبک هم یک درمان مستقل میتواند باشد، هم یک درمان مکمل میتواند باشد، همزمان با داروها استفاده میشه. درمانیه که خیلی وقتا مستقلاً جواب میده، خیلی وقتا هم درمان مکمله. اثر درمانی که نوروفیدبک داره یک درمان مادام العمر هست که این درمان برین ترینینگ، آموزش مغز و مغز فراموش نمیکنه، مثل دوچرخه سواری که هرگز فراموش نمیکنه. بخوایم خودمون به عنوان مراجع از این امکانات چه کار باید انجام بدیم؟ هیچی، باید
ببرید یه کلینیک ایجی بدید یا یه ثبت تک کانالتون ایوالویشن ها بدید یا خودتون دستگاه داشته باشید یکی برات ثبت بگیره پیدا کنید مثلا رو و برای خودت اجرا کنی یا کسی براتون اجرا کنه. کلینیکی که نورو فیدبک داره به خوبی براتون اینو استفاده میکنه، خیلی هم اثر بخش هست. بزرگواری هزینه هر جلسه، جناب حسن‌زاده، جناب دکتر ممنون ازتون، هزینه هر جلسه دوستان، هزینه ها در مناطق مختلف متفاوتن. نورو فیدبک رو از 270 80 تومن دیگه پایین ترین قیمت ها 340 50 تومن پایین ترین قیمت ها هم، بعضی تا 500 تومن هم میگیرن و هزینه ها متفاوتن، بستگی به محل داره. مثلا من الان تهرانی که دوستان تو سعادت آباد من گفت 650 تومن میگیرن، ما تو کرج مثلا مبلغی میگیریم مثلا 320 تومن 350 تومن. منظور جناب عالی کار درمان، بله ما درمان داریم انجام میدیم. کلینیک من بخش بزرگیش لورتا هست اگر ملاحظه بفرمایید و نورو فیدبک. این اتاق نورو ماژولیشن ما. خب چیزی که دوستان به اشتراک گذاشته بودن یه لحظه یه ثبت 19 کاناله QEEG بود که بزرگوارید، سلامت باشید، ممنونم از حضورتون، سلامت باشید. دوستان عزیز خوشحال شدم تو کلاس خدمتتون بودم. بابت قطع برق و حالا نوساناتی که اینترنت توی 20 دقیقه تو کرج داشت من بازم عذرخواهی میکنم، میدونم خسته‌تون میکنه اون کار، ما هم خسته شدیم ولی خیلی خوشحالم که کلاسمون تونستیم جمع‌بندی کنیم. یک کمی از اون تایمی که خواستیم بیشتر وقت گرفت ولی ارزنده و به نظر خودم حالا تونستیم جمعش کنیم. در مورد هر اختلالی بزرگوارید، ممنونم، بزرگوارید، چشم. راجع به کارگاه آموزش محمد توضیح. ببینید کارگاه رو همین مرکز ساینس بیم یا مؤسسه پرتو دانش آخر شهریور ماه یه 20 روزی دیگه یه دوره جامع نوروساینس گذاشته. یکی از حالا پنلاشو قسمت نورو فیدبک و بنده در خدمتتونم، یک روز یا 2 روزه. TDCS داره، نقشه مغزی داره، خیلی کارگاه جامعیه. اگر شرکت کنید مسلط میشید. ببخشید که زمان اجازه نداد که ما کارها رو گسترده با شما دوستان کار. متشکرم، ممنونم از لطف شما بزرگواران، شما رو به خدا میسپارم. ممنون و متشکرم. تشکر آقای دکتر، خیلی لطف کردین، خیلی زحمت کشیدین، از انرژی گذاشتین با این سختی با اوضاع اینترنتی که این چند روزی ما توی داریم که آنها جای مختلف ایران. دستتون درد نکنه. تشکر می‌کنم همه دوستانی تو کارگاه بودن. ببخشید دیگه بالاخره ما اوایل یکم وقت داشتیم توی کارگاه، خیلی خدا شکر اواخر آخرش دیگه قشنگ روون شد دیگه فکر کنم. خواهش می‌کنم. من دوستان آقای مهندس هم خدمتتون معرفی کنم. آقای مهندس نوربخش مدیر عامل مؤسسه پرتو دانش هستن. من زحماتشون واقعا تشکر می‌کنم چون محصولاتشون واقعا برای ما کارگشا بوده، خیلی عالی بودن. من بازم ممنونم از خواهش می‌کنم. موفق باشید. شب خوبی داشته باشید. من خداحافظی. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خداحافظ شما. Hi, Salam. I'm an Associate Professor Dr. Chia Paixi from Malaysia, University Putra, Malaysia. And this is my colleague. I'm Associate Professor, my colleague from the same university. And today is our honor that we are being given a chance and opportunity to receive a very comprehensive training at the Science Beam Institute so that we have access to understand applications of the eLab ePulse, which can be applied into our project focusing on the Down syndrome model. And Michael, I think that we can share with everyone about our experience on how usable and how applicable that this equipment is very useful for our project. I think Science Beam has certainly given extremely useful training today. And with the module that is available here, ePulse and eLab, it allows us to conduct electrophysiological experiments with a lot of flexibility, especially the dual channel eLab that allows us to record multiple points within the brain's activity and perform comparisons after that. I mean, doing as electrophysiological experiment used to be difficult, inhibiting. But again, after today, training by Professor Parham Rais from Isfahan University, as well as the professional support from the Science Beam staff, I think I'm quite confident to start performing my first electrophysiological experiment back home in Malaysia.
I have to echo what Michael just expressed about how usable this apparatus to our project. And after the training today, we finally understand how actually ScienceBeam have overcome all these challenges on behalf of the scientists in the world, so that we can understand and apply electrophysiology in our project. But after having a chance to use the machine, and now I can think about 3 S about the machine. One is it has to solve our problem. Secondly, it's really simple to use. And finally, yet the system is so sophisticated that actually it covers the LTP, and also the LFP, EEG, ECG, it's a long list. Anything that you can relate it to that, as well as it is applied on the extracellular level. So to us, it is our privilege to receive such a training from SBI today. Yeah, and we can't wait to bring back this equipment and start to establish an electrophysiology laboratory in Malaysia. And sooner we want to bring this and to benefit more scientists in the region. Thank you, SBI. Thank you, SBI.